سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. فرشید سهراب هستم، نوازنده و مدرس ساز سنتور. توی این ویدیو قصد داریم قطعه شماره 7 از کتاب گلنار استاد پشنگ کامکار به اسم هروایه رو با هم دیگه کار بکنیم. یه ترانه کردی خیلی زیبا و معروف که احتمالاً شنیدینش، یا اگر نشنیدین میتونید برید آهنگش رو پیدا بکنید و گوش بدید. قطعه خیلی زیباییه و اجرا کردنش خالی از لطف نیست. قبل از هر چیز ممنون میشم که کانال یوتیوب من رو سابسکرایب کنید، این پست رو لایک بکنید، سوالات و نظراتتون رو کامنت کنید و این پست رو به دوستاتون به اشتراک بذارید. این راهی است که شما میتونید من رو حمایت کنید و به من انرژی و انگیزه بدید که این مسیر رو هر چه بهتر ادامه بدم. ممنون که تا آخر ویدیو با من هستید. بریم که ویدیو خوب داشته باشید. خب این قطعه شماره 7 یه قطعه دوچاره و شمارشش به صورت 1 و 2 و او میشه. الگویی که یه ذره جدیده و ممکنه که کمتر توی کتاب‌های و قطعه‌های قبلی که زدید دیده باشینش. چیزیه که توی خط دوم میزان دوم داریم، یعنی یه دولاچنگ، یه چنگ، یه دولاچنگ. قبلا همیشه من در مورد این مدلی که روی انگشت‌ها در مورد بازی کردن و با این ترکیبات چنگ و دولاچنگ داشتیم قبلا حرف زدم. ما میگیم که اگر این 4 تا انگشت ما معادل هر کدومش یه نوت دولاچنگ باشه که جمع اینا میشه یه نوت سیاه و وقتی از وسط اینو نصف کنیم میشه 2 تا نوت چنگ، یعنی هر 2 تا انگشت معادل یه نوت چنگ میشه. حالا این انگشت‌ها به شکل‌های مختلف میتونن به هم دیگه بچسبن. یعنی مثلا اگر این دو تا اینوری به هم دیگه بچسبه، حالا اگه بخوایم اینو بخونیم میشه دولاچنگ دولاچنگ چنگ. اگر این دو تا به هم دیگه بچسبه میشه چنگ 2 تا دولاچنگ. و اگر این دو تای وسط به هم بچسبه میشه دقیقاً این الگویی که اینجا داریم، یعنی دولاچنگ چنگ دولاچنگ. خب اگر که اینطوری در نظر بگیریم که شمارش ما برای این 4 تا انگشت میشه 1 او و او، وقتی این دوتا به هم دیگه میچسبن 1 برای نوت اول میشه، او و برای نوت وسط میشه، او میرسه به نوت آخر میشه 1 او و او. پس میشه 1 او و او، 1 او و او. این چیزیه که جدیده. حالا وقتی که بهش رسیدیم تو قطعه اجراش هم میکنم که متوجه بشید چطوریه. بریم از اول شروع کنیم. کلا این قطعه اینطوریه که هر 4 تا میزانش یک جمله میشه، یعنی در واقع خط اول که 4 تا میزانه میشه جمله اول، خط دوم میشه جمله دوم که یه بار با ولت 1 اجرا میشه، تکرارش به جای ولت 1 ولت 2 قرار میگیره که بازم همون 4 تا میزانه و اون 4 تا میزان آخر توی خط سوم هم جمله سوم ماه که بعد در آخر یه دال سی ملفینه داریم که اون خط دوم باید دوباره تکرار بشه. پس در کل این قطعه کلا 3 تا جمله داره، خط اول، خط دوم و اون قسمت آخر خط سوم. خب خط اول نوتامون هست یه فا زرد، بعد رو سیمای سفید میزنیم فا دو 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 ر دو سی، دو ر می ر دو دو ر دو سی. حالا میتونید اگه سخته اگه طولانیه همین جمله رو هم دوباره نصف بکنید، یعنی 2 تا میزان اول تمرین کنید بعد 2 میزان دوم. پس بخواید این کارو بکنید 2 تا میزان اول نوتمون میگه فا دو 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 ر دو سی. اینو بزنیم روی ساز فا دو 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 ر دو سی. اگه بخوایم بشماریمش میشه 1 و او 2 و او 1 و او 2 و او. 2 میزان بعد دو ر می ر دو دو ر دو سی، دو ر می ر دو دو ر دو سی. بشماریم 1 و او 2 و او 1 و او 2 و او. حالا این جمله رو کامل اجرا میکنیم. فا دو 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 ر دو سی، دو ر می ر دو دو ر دو سی، 1 و او 2 و او 1 و او 2 و 1 و او 2 و
دو میزان اول فا دو ره می ره دو دو ره دو سی سی لا. اجراش میکنم روی ساز. فا دو ره می ره دو دو ره دو سی سی لا. شمارشش یک و او دو او و او یک و او دو او و او. اینو دقت کنید که اول میزان دوم یک برای نوت اوله، او و برای نوت دومه، او میرسه به نوت سوم. یک و او دو او و او، یک و او دو او و او. میریم سراغ دو میزان آخر خط دوم. سی دو ره دو دو سی سی دو سی لا دو. میزنیمش. سی دو ره دو دو سی سی دو سی لا دو. میشماریم. یک و او دو او و او، یک و او دو او و او. این جمله رو کامل براتون میزنم. یک و او دو او و او، یک و او دو او و او، یک و او دو او و او، یک و او دو او و او. که بار دوم اینو اجرا میکنیم و به جای ولت یک ولت دو رو میزنیم که ولت دو نوتش هست سی دو سی لا لا. بار اول شد سی دو سی لا دو، نوت آخرش به جای دو تبدیل میشه به لا. پس من این جمله رو براتون میزنم. یه بار با ولت یک، یه بار با ولت دو. بسیار عالی. میریم سراغ جمله آخر، جمله خط سوم. دو میزان اول فای زرد، بعد میریم روی سیمای پشت خرک. فا 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 میره. اجراش میکنیم. فا 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 میره. میشماریم. یک و او دو او و او، یک و او دو او و او. دو میزان آخر می فا سل فا می فا میره دو. دقت کنید جایی که فا 9 داره باید خرک نهم بخوره، ولی جایی که نداره خرک دوم. می فا سل فا می فا میره دو. میشماریم. یک و او دو او و او، یک و او دو او و او. کل جمله رو براتون میزنم. فا 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 میره می فا سل فا می فا میره دو. یک و او دو او و او، یک و او دو او و، یک و او دو او و او، یک و او دو او و او. و بعد برمیگردیم جمله دوم یه بار با ولت یک، یه بار با ولت دو میزنیم، بعد جمله قطعه کامل میشه. اینو براتون کلش رو اجرا میکنم. شما باید با تمرین و تکرار بهش برسید. یعنی چیزی که الان اجرا کردم، چیزی که شما بعد از یه هفته یا 2 هفته تمرین کردن باید بتونید به این حالت اجراش بکنید. اگر نمیشه، اگر ایراداتی هست، باید اون ایرادا رو توی درس‌های قبل دنبالش باشید. ببینید مشکل کجاست که نمیتونید که این قطعه رو با این کیفیت، با این حالت اجراش کنید. یه بخشش ممکنه مربوط به کوک سازتون باشه یا کیفیت ساز و مضرابتون باشه، یه بخشش برمیگرده به اون قدرت و فیزیک دستتون که بتونید بزنید، و یه بخشش هم برمیگرده به اون دانش تئوری که باید شما داشته باشید که بتونید از پس این قطعه بر بیاید و اون نگرش درست رو در مورد قطعه داشته باشید. اینکه حالا وزنخوانی این قطعه به چه شکل میشه، زمانبندی نوتامون چطوری میشه، یا بعد توی بحث حرفه‌ای خیلی وقتا من کامنتایی دارم یا سوالایی از من پرسیده میشه که
چطور میتونیم این تکنیک ها رو اضافه بکنیم، چرا وقتی من میزنم این صدایی که مثلا سازم میده با صدای ساز شما فرق داره، چجوری این نوت ها رو مثلا دوبلایی که میزنیم اضافه کنیم. نه، همه دانش های تئوری هست که شما باید داشته باشید، که یعنی یه نگرشه، یه دیدگاهه که شما باید بتونید داشته باشید که باید بتونید اونو توی قطعتون پیاده بکنید. اینا رو شما کسی که به این سطح میرسه که حالا اون آموزش های اولیه رو گذرونده و حالا دیگه از اون مرحله‌ای که این نوت ها چیه و شمارش چیه اومده بیرون، حالا باید دنبال یه سری نکات دیگه باشه. من معمولا اینا رو به هنرجوهایی که دنبالش هستن و دارن یه خورده جدی‌تر کار میکنن سعی میکنن وقتی به این سطح میرسن آروم آروم دانش تئوری رو اضافه بکنم که بچه‌ها یاد بگیرن که چطور میتونن قطعه‌شون رو زیباتر اجرا بکنن، چطور میتونن نوت‌هایی رو اضافه بکنن که به قطعه هارمونی بده، بود بده به قطعه. و خب البته تخصصی‌تر و اصولی‌تر اینا رو توی دوره‌های ABRSM و تربیت شنوایی و دوره‌های این شکلی با هنرجوها کار می‌کنیم. ولی خب اینا چیزاییه که می‌خوام بهتون بگم که باید سعی کنید اگر به اینجا رسیدید باید سعی کنید علاوه بر اینکه فقط ساز میزنید دنبال اون مهارت‌های دیگه هم باشید تا تبدیل بشید به نوازنده حرفه‌ای. این قطعه رو با مترونوم هم براتون اجرا میکنم. سرعت قطعه 100 هست و 2 ضربی. یک دو یک و دو و یک و دو و یک و دو و امیدوارم که این ویدیو مورد توجهتون قرار گرفته باشه. ممنون میشم که کانال یوتیوب من رو سابسکرایب کنید، این پست رو لایک بکنید، سوالات و نظراتتون رو کامنت کنید و این پست رو با دوستاتون به اشتراک بذارید. این ساده ترین راهیه که شما میتونید من رو حمایت کنید و من انرژی و انگیزه بدید که این مسیر رو هر چه بهتر ادامه بدم. ممنون از شما.